بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نازل شدن این کتاب در آن هیچ شک نیست، از جانب پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا میگویند دروغ است که خود به هم بافته؟ نه، سخن است بر حق از جانب پروردگارت تا مردمی را که پیش از تو بیم دهنده نداشتند ترسانی، شاید برای هدایت افتند. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون. الله است که آسمان ها و زمین را و آنچه میان آنهاست در 6 روز بیافرید و آنگاه بر عرش مستوی شد. شما را جز او کارساز و شفیع نیست. آیا پند نمیگیرد؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. کار را از آسمان تا زمین سامان می دهد، سپس در روزی که مقدار آن 1000 سال است چنان که می شمارد به سوی او بالا می رود. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم. اوست که دانایی نهان و آشکار است، پیروزمند و مهربان است. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین. آن که هر چی را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و خلقت انسان را از گل آغاز کرد. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. سپس نسل او را از عصاره یعنی شیره آب بیقدر یعنی نطفه پدید آورد. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. آنگاه اعضای او راست کرد و از روح خود در آن بدمید.
و برایتان گوش و چشمها و دلها آفرید. چی اندک شکر میگوید. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. و گفتند آیا وقتی که در زمین ناپدید شویم آفرینشی تازه خواهیم یافت؟ آره، آنها به دیدار با پروردگارشان ایمان ندارند. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بگو فرشته مرگ که موکل یعنی گماشته بر شماست شما را میراند، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانیده می شود. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. و تو را عجب است آنگاه که گناهکاران را در نزد پروردگارشان سرافکنده بینی که گویند ای پروردگاری ما دیدیم و شنیدیم، اکنون ما را بازگردان تا کار شایسته کنیم که اینک به یقین رسیده ایم. ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اگر می خواستیم هدایت هر کس را البته به او ارزانی می داشتیم، ولی وعده من که هر آینه جهنم را از همه جینیان و آدمیان پر می کنم حق است. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. با جزای آن که دیداری چونین روز را فراموش کرده بودید اکنون عذاب را بچشید. هر آینه ما نیز شما را از یاد برده ایم، به سزای کارهایی که می کردید عذاب جاوید را بچشید. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تنها کسانی به آیات ما ایمان آوردند که چون آیات ما را بشنوند به سجده بیفتند و پروردگارشان را به پاکی بستایند و آنها تکبر نمی کنند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. از بستر خواب پهلویشان دور می ماند، پروردگارشان را با بیم و امید التجا می کنند و از آنچه به آنها داده ایم صدقه می کنند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین
جزاء بما كانوا يعملون و هیچ کس از آن مکافات از خوشی و خرسندی خبر ندارد که به پاداش کارهایی که میکرده برایشان پنهان کرده شده است. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا آن کس که ایمان آورده مانند کسی است که فسق می‌ورزد برابر نیستند؟ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به جزای نیک اعمالی که میکردند برایشان منزلگاه در باغ‌های بهشت می باشد. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. و اما فاسقان منزلگاهشان آتش است. هرگاه که بخواهند از آن بیرون آیند بار دیگر آنها را به درون آتش بازگردانند و بگویندشان بچشید عذاب آتش را که دروغش میپنداشتید. ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. و البته بچشانیم آنها را از عذاب نزدیک یعنی در دنیا پیش از عذاب بزرگ یعنی در آخرت شاید آنها برمیگردند، یعنی به سبب مصیبت ها و ناکامی ها و بیماری ها که بندگان با آنها آزموده می شوند تا که توبه کنند. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. کیست ستمکارتر از آن کسی که او را به آیات پروردگارش پند دهند ولی روی گرداند؟ ما هر آینه از گناهکاران انتقام میگیریم. ولقد آتینا موسی الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائیل. حقیقتاً به موسی کتاب دادیم، از دیدار او در شبهه مباش و آن را رهنمایی بنی اسرائیل قرار دادیم. و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا و كانوا بآیاتنا یوقنون. از میان آن قوم پیشوایان پدید آوردیم که چون صبر پیشه کردند و به آیات ما یقین داشتند با فرمان ما به هدایت مردم پرداختند. این ربک هو یفصل بینهم یوم القیامت فیما كانوا فیه یختلفون. البته پروردگاری تو در روز قیامت در آنچه اختلاف میکردند
میانشان داوری خواهد کرد. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلك لآیات افلا یسمعون. آیا این همه مردمی را که پیش از آنها هلاک کردیم و اکنون اینها در خانه هایشان راه می روند سبب هدایتشان نشد؟ البته در این هر آینه عبرت هاست، چرا نمی شنوند؟ یعنی دیدن دیار خیش از استقامتگاه جباران گذشته. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون. آیا نمی بینند؟ هر آینه ما آب را به زمین خشک و بگیاه روانه می سازیم تا کشتزارها برویانیم و چهار پایان به خودشان از آن آب بخورند. چرا نمی بینند؟ و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. می گویند اگر راست می گوید پیروزی چی وقت خواهد بود؟ قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون. بگو در روز پیروزی ایمان آوردن کافران سودشان ندهد و مهلتشان ندهند. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. پس از آنها روی گردان و منتظر باش که آنها نیز در انتظارند.